سلام، رضا هستم. تو سفر اخیرم اومدم به یکی از کشورهای امریکای جنوبی، یعنی کشور مکزیک، و تو این ویدیو قراره با هم بریم یکی از تاریخی ترین و زیباترین شهرهای این کشور رو ببینیم، یعنی شهر مورلیا. مورلیا پایتخت ایالت میچواکان تو مکزیک یکی از زیباترین و تاریخی ترین شهرهای این کشوره. این شهر تو قرن 16 توسط اسپانیایی‌ها ساخته شده و تا امروز تاریخ زنده این شهر رو میشه تو بناهای قدیمی، موزه‌ها و حتی سبک زندگی مردم دید. این شهر به خاطر اهمیت تاریخی و معماری منحصر به فردش در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داره. این شهر یه بخشی داره به نام مرکز تاریخی مورلیا که در واقع یکی از بهترین نمونه‌های معماری استعماری تو مکزیک محسوب میشه. اکثر ساختمان‌های این شهر از سنگ‌های صورتی ساخته شدن و در واقع یه جلوه‌ای از معماری قرون وسطایی رو این شهر به خودش حفظ کرده. اولین جایی که قراره بریم با هم ببینیم کلیسای جامع مورلیاست که به نوعی قلب تپنده این شهره و یکی از زیباترین کلیساهای مکزیک محسوب میشه. ساختش از سال 1660 شروع شده و تقریباً 84 سال طول کشید تا تکمیل بشه. 2 برج بلندی داره که ارتفاعشون تا 66 متر میرسه و فضای داخل این کلیسا ترکیبی از سنگ مرمر، طلاکاری‌های ظریف و نقاشی‌های مذهبیه که هر کدوم یه داستان خاصی رو روایت میکنه. محراب اصلیش از نقره ساخته شده و واقعاً زیبایی خیره کننده‌ای داره. تو شب هم یه نورپردازی جالبی به خودش میگیره و هر شنبه شب هم نمایش نور و آتشبازی اینجا برگزار میشه که ویدیوش رو در ادامه گذاشتم. Celebramos la fiesta de San Felipe de Jesús, mártir. Felipe de las Casas es el primer santo mexicano. Escogió el nombre de Felipe de Jesús. Nació en la ciudad de México. بعد از دیدن کلیسا بریم یه قدمی تو شهر بزنیم و با جاهای مختلف و غذاهای سنتی این شهر آشنا بشیم.
یکی دیگه از جاهای معروفی که دوست داشتم بهتون نشون بدم مرکز فرهنگی کلاویفرو هستش که در واقع توش نمایشگاه‌های هنری مختلفی برگزار میشه. تو این ساختمون تاریخی 9 تا اتاق بزرگی وجود داره که مخصوص هنرهای معاصر، عکاسی و سایر نمایشگاه‌های از این قبیله و همچنین ورودیش هم مجانیه. حالا نوبتشه که بریم خونه یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ مکزیک، یعنی خونه خوزه ماریا موریلوس رو ببینیم. ایشون از مهمترین رهبران جنبش استقلال مکزیک علیه استعمار اسپانیا بودن. در واقع یک کشیشی بود که به جای فقط دعا کردن تصمیم میگیره که خودش وارد میدون نبرد بشه. تو سال 1765 تو این خونه که حالا موزه شد به دنیا اومد و یه نکته قشنگش اینه که شهر مورلیا هم از نام ایشون گرفته شده. در واقع نام قبلی شهر مورلیا شهر وایادولید بود. متاسفانه تو سال 1815 ارتش اسپانیا موریلوس رو اسیر میکنه و پس از یه محاکمه سریع به جرم خیانت به حکومت اسپانیا اعدامش میکنن. اما مرگش باعث نشد که جنبش استقلال متوقف بشه و در نهایت در سال 1821 مکزیک به استقلال میرسه. موریلوس شخصیت خیلی محبوبی تو مکزیک محسوب میشه و همچنین عکسش روی پول 50 پزوی مکزیک دیده میشه. تو این موزه علاوه بر وسایل شخصی و نامه‌هاش، تاریخ مبارزاتش و نقشش تو انقلاب مکزیک به نمایش گذاشته شده.
یکی دیگه از آثار شگفت انگیز این شهر آکوادکت یا همون قنات مورلیاست که در اواخر قرن 18 ساخته شده. به خاطر خشکسالی‌های پی در پی که تو این شهر اتفاق می‌افتاد، این اثر مهندسی برای تأمین آب شهر ساخته شده بود. این سازه حدود 1600 متر طولشه و همچنین دارای 253 تاق. ساختش هم از سال 1785 شروع شد. طبیعتاً در حال حاضر ازش به عنوان آبرسانی استفاده نمیشه و در واقع یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر مورلیا محسوب میشه. ساختمون بعدی کلیسای سندیگو یا پناهگاه بانوی گوادالوپ یا مریم مقدسه. یکی دیگه از جواهرات معماری مورلیا محسوب میشه. شاید نمای بیرونی این کلیسا نسبتاً ساده باشه، اما فضای داخلیش با رنگ‌های صورتی، قرمز و طلایی تزیین شده و جزئیاتی که تو طراحی داخلی این کلیسا استفاده شده اونو به یه شاهکار معماری تبدیل کرده. بریم با هم حال و هوای شب‌های مورلیا رو ببینیم.
يعني